چه افتخاری داره که کسی حریف زبون شما نمیشه؟ چه افتخاری داره که کسی حریف تیکه های شما، مکر شما، بازی شما نمیشه؟ این چه افتخاری داره که واژه‌ای به کار بردی و کلمه‌ای گفتی که 15 سال طرف تو خلوتش فکر میکنه و احساس نابودی میکنه؟ افتخار به اینه که کسی حریف معرفت تو نمیشه. افتخار به اینه که کسی حریف تواضع تو نمیشه، حریف مهربونی تو نمیشه، شرافت تو نمیشه. افتخار به اینه که تو یه جا میتونی یکیو بزنی از ریشه ولی نمیکنی و پیش وجدان خودت طرف نتونست حریف وجدان تو بشه. چرا فکر میکنیم اگه کلماتو جوری به کار ببریم که طرفو از ریشه بزنه فکر میکنیم طرف خیلی بلد بوده؟ کاری نداره که چیدمان چند تا کلمه کنار هم حرفهای زشت زدن و طرفو در این شرایط سخت و پیچیده نابود کردن. از افتخار